جمله از سوال دیگه دجال میآید در مکه من میشود به مکه در آمده مکه نمیتونه. نمیتونه من میشود همین عیسی مسیح در مکه میفروید همین میفروید دجال در مکه میکشه که در شام دجال به مکه نمیفروید. دجال از طرف ایران زمین شروع میکند، از اونجا از اصفهان میبراید. حالی دجال زنده است. دجال از آسمان نمیفروید، دجال در زمین است. تمیم داری در یکی از جزیره ها دجال دیدم به چشمشان، قطیش صحبت کردم، آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت حدثنی تمیم الداری، و من تمیم داری گفته سخن گفته. اینا علمای حدیث در روایت الاکابری عن الاصاغری در این نوعی بخش علمی حدیث آوردن، روایتی بزرگان از خردسالها، روایتی استادها از خردسالها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از صحابه روایت کردن گفتن که تمیم داری از سفر کشتی میکند، طوفان میشد و کشتیش طوفان به یک جزیره میبره که در آن جزیره دجال میبیند، همراه صحبت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم. دجال پرسان میشد. دجال هم مسیحی دجال گفته میشد. دیروز کدام برادر سوال نوشته بود در زیر کدام نوار که برای چی حضرت عیسی هم مسیح میگنم دجال هم مسیح گفته میشد. حضرت عیسی حالی بیان کردیم که برای آنکه با دستشان بیمارها را مسح میکردن، سرش مالان کلمو میبرامد، پیس مالان شفا میشد جلدش، چشم اگر نابینا باشد چشمش یک مسح کنم بینا میشد از کلمه مسح. اما مسیح دجال برای آنکه در 40 روز دنیا را مسح میکند، یعنی مسافه را طی میکند، از همین کلمه گرفته شد گفتن. و یا اینکه چشم راستش مسح شدگی است، ممسوح است، پاک کرده شده است، نابینا کرده شده است، برای همین مسیح گفته شده است گفتن. مسئله مسیح بله غیر مکه و مدینه به تمام کشورهای دنیا میگردد و حضرت عیسی علیه السلام بعد او را میکشند. این در مکه نیست، در دمشق است.